اصلا موی سر که حدیث ابو هریره هست، پیغمبر خدا میگوید من کان له شعر فلیکرمه. هر کسی که اگر موی سر داشته باشد بایستا که موی سر پاکیزه نگه بدارد. یعنی داشتن موی سر این گناه نیست، داشتن موی سر این غلط نیست و تراشیدن موی سر هم غلط نیست، خطا نیست. بلکه وقتی که شما موی سر دارین و موی سر دوست می‌دارین باید که باید تازه نگه بدارین، پاکیزه نگه بدارین. این هم چی است؟ سنت است. چی موی سر ماندن چی پاکیزه نگاه داشتنش سنت است. این هیچ گناهی در اسلام ندارد. لیکن یک قسم موی سر تراشیده می شود، یک قسم سرش تراشیده نمی شود. یا اینکه مثال وقتی کودک تولد می شود یک حق پدر همین است که موی سر کودک باید تراشد و مقدار همان وزن موی سر باید که طلا دهد. شاید 1 گرم یاید، شاید نیم گرم یاید و یا به سامانی میگرداند، در فقیرها و مسکینها تقسیم میکند. همین بعض کودک ها را میتراشند و در پس موی سری و یک دمچک میگه موشو، یک دمچکه میمانند دراز. همین ها را پیغمبر چی گفتند؟ چی همین تیتانیکو، چی همین دمچکی که از پس سر کودک میمانند. این حدیث ابن عمر است که هم بخاری روایت میکند هم مسلم روایت میکند. پیغمبر گفتند که ابن عمر میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ینهى عن القضع. پیغمبر خدا از قضع من کردند. من شنیدم، میگوید عبدالله ابن عمر، از قضع من کردند. قیل لنافع ما القضع. حضرت نافع را پرسیدند قضع چی هست؟ یحلق بعض رأس الصبی و یترک البعض. پیغمبر گفتند بعض سرش را می تراشد و بعض سر او را باقی می ماند. این را قضع می گویند. پیغمبر از این قضع تمام امت خود من کردند. از این خاطر از همه جوانها همان طریق پس کردنی که این در دوره های شوروی بود که همه یک زیل پس می کردند، امروز ما و شما تقلید میکنیم. تقلید داریم به همون کافرهایی که امروز چی یک مصیبت کلان بالای مسلمان ها آوردگی هستند. همون اکتیارهای امریکایی که همین تیتانیک و باز دیگر نمودهایی که برآمده است اونها مثال در سر خود دارند. امروز مسلمان ها همونها را دیدند تقلید بر اونها کرده ایستادند. این گناه است، این گناهگار میشوید شما. کسی میخواهد پاکیزه تراشد و اگر نمیخواهی یک رنگ همشه یک زیل پس کن، این بهتر است از او یکی نیمی سر تراشیدگی و بالای سر در یک قسم هست. یا اینکه امروز همون یهودی ها را شما نگاه کنین، در بین یک شاخ میگذارند دو طرف میتراشند. همون آهسته آهسته امروز تیتانیکش آمد، فردا همون شاخش هم در بین ما و شما پیدا میشود. و این شرمندگی است. ما نخواه که در کافر پیرو شویم، نخواه ما تقلیدی در یهودی کنیم. همون یگان یهودی لباس شما را و همین طرز عرف و عادت مسلمان قبول میکند و قبول نمیکند و این کار را برای خودش پس میشمارد که لباس یک مسلمان را بپوشد. امروز ما و شما تقلیدی با اونها میکنیم. این به نهایت گناهگار میشود. همان آدم سرتراشه که همینها را به این احوال میکند وی هم گناهگار است. خدا در قرآن میگه تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما یک برادری مسلمان در کار ثواب یاردم کنین، در کار گناه یاردم نکنین. پریگ مخر آوردن دخترها ما کمی کرده بود که امروز بچه ها به این احوال زدن. چی در تراشیدن موی سری بچه ها، چی در روز نکاحی که به یک بچه شما دختر میدهین، دخترتانه که سرتراش ها را میارین، ابروهاشون باریک میکنن، در چهره های روی های اونها چقدر کریم ها و چقدر کرسکه ها را میشکن، موی های سری اونها را پیشا و پسا را میبرن. اینها در پدر و مادر گناهگار هستند. اینها را شما اهمیت دید.
باور کو بی‌پروایی نکنیم. به خدا قسم اگر همین بی‌ناموسی و همین بی‌پروایی ما و شما باشد، دخترهای ما و شما همین 5 سال پس از غربی ها میگذرانند. 5 سال بعد دیگر از غربی ها میگذرانند. این معرکه های افلاسی که در بین ما و شما پیدا شده است. همه این در کلانترها البته گناهکار هستند. اگر پیش راه این کار نگیرن، بی‌پروایی کنن، غیرت اسلامیشان نشان ندهند، همش گناهکار میشویم.